10 کتابی که باید هر تاجیک خوانده باشد. 10 کتابی که شاهکار ادبیات فارس و تاجیک است و در تربیت باطنی انسانها نقش بارز خواهد داشت. 10 کتابی که دنیای آدم، دید انسانها را تغییر می‌دهد، کودکان را به راستی هدایت می‌کند و جوانان را فرزانه می‌سازد. ادیبان فارس و تاجیک در طول تاریخ آنقدر نوشتند که انتخاب 10 شاهکاری کار سهل و آسان نیست. اما این کتاب‌ها هستند فرزندان ملت تاجیک را فرزانه می‌سازند. پس کو ببینیم فرهنگیان تاجیک مطالعه کدام 10 کتاب را برای هر تاجیک حتمی می‌دانند. شهروند امروزه تاجیکستان این کتاب‌ها را باید حتما بخواند. یکم شاهنامه فردوسی، دوم دیوان حافظ، سوم بوستان سعدی شیرازی، چهارم هزار و یک شب، پنجم سمک عیار، دیوان جامی، دیوان بیدیل، یادداشت‌های استاد صدرالدین عینی، دیوان اشعار اقبال لاهوری و دیوان اشعار ملک الشعرای بهار و همچنان نمونه ادبیاتی صدرالدین عینی، نمونه ادبیات تاجیکی صدرالدین عینی. بسیاری از اینا شاهکارهای ادبیات به شمار می‌روند. انا همین 10 واحد در ادبیات، البته آنچه به ادبیات داخل دارد همچون دایره مطالعه حداقلی هر یک تاجیک باید باشد. این کتاب‌ها به عنوان کتاب‌های اصلی در شکل دهی نه تنها شعر ادبیاتی کلاسیک و معاصر فارس تاجیک، بلکه در شکل دهی فکر اندیشه و فرهنگ و معنویات ملت تاجیک نقش اساسی و عمده را اجرا کردند و اینها پایه های اصلی هویت معنوی تاجیک ها را تشکیل می‌دهند. از صحبت فرهنگیان تاجیک می شود خلاصه کرد که استادان ادبیات فارس و تاجیک رودکی و فردوسی، حافظ و سعدی، بیدیل و عینی در زمان خود شاهکارهای کردند که در تربیت یک انسان کامل نقش داشته است. اما متاسفانه شاید تنها 50% از نسل جوان امروز اسم این استادان بشریت را میدانند یا شنیدند. کتاب‌ها بسیار هستند. یک از آنها ادبیات تاجیک، تاریخ تاجیکستان و اکولوژی تاجیکستان، زبان روسی، کتاب‌های بعدی که شاعراش مثل عمر خیام هستند، مثل صدرالدین هستند. با فکر من باید هر یک فرد تاجیک سراول کتاب تاجیکان باباجان غفورов و کتاب فرهنگ قسم‌های 1 و 2 3، کتاب اشعار لایق، اشعار رودکی و اشعار مولانا جلال‌الدین رومی. باز ما باید درباره کتاب‌های گمانی‌تری نیز خوانیم، کتاب‌های دقیق باید خوانیم. کتاب‌های ابوعبدالله رودکی، شاهنامه فردوسی، کتاب‌های جلال‌الدین رومی، صدرالدین عینی، میرزا ترسونزاده، کتاب‌های جلال اکرامی و کتاب‌های غیر شاعران را خواندن ضرور است. امروز معلوم نیست که چند درصد از نورسان و جوانان تاجیک نمونه از آثار ادیبان بزرگ را خوانده باشند. اما بنیاد کتابخانه‌ها، مخصوصاً کتابخانه بزرگ در مرکز دوشنبه و نشر تازه آثار ادیبان بزرگ کلاسیک و معاصر تاجیک امکان دسترسی به اثرهای بزرگ ادیبان تاجیک را آسان‌تر کرده است و در ضمن تبلیغ درست کتابخوانی و تربیت نسل نورس در روحیه ادبیات دوستی ضرور است که این کار برای جامعه تاجیکستان بیگانه نیست.